مهسا فکر میکنم دختره. بچه ابوالفضل و سحر هم پسر ایشالله. نظر من حسین عملی. میگم که بچه مهسا و سعید دختره، بچه ابوالفضل و سحر جون پسر. من که حالا همه چی در جریانم. اما پیش بینی میگه که بچه ما پسره، بچه سعید و مهسا پسر. من میگم دو تا پسر. نه من میگم مال ما پسر مال مهسا شون. مهسا خانم مادر بچه بعدی. من که هر چی باشه برام بچه سعید. واسه هر چی باشه شیرینه، مهم اینه که سالم خدا رو دوست دارم چند دقیقه دیگه به همه 5 سال دیگه این فیلم‌ها رو می‌بینی خودت بچه. دیگه همون شرطی شما این یه حس جدیده، یکی دوباره از رو رسیده، مثل اون چشمم ندیده، انگاری اونو خدا واسه من آفریده، یکی که صاف